سلام دوستان، اگر به هر دلیلی ایتاتون مشکل داشت و مشکلش هم این بود در حال اتصال و یا در حال بررسانی بود و یا هم در حال بارگیری بود، ببینید این بالا در حال اتصال هستش و براتون هر کاری بکنید براتون جواب نمیده و هیچ پیامی نمیتونید ارسال بکنید و نمیتونید توی کانال ها عضو و یا پیاماش رو بخونید. دوستان مشکلش همگانیه و هر چند ماه یه باری این اتفاق میفته توی ایتا. مشکلش هم اینه در حال بررسانی ایتا هستم و این باگ هستش، برای همه در حال اتصال هستش و اون موقع هیچ کی نمیتونه از برنامه ایتا استفاده بکنه. باگش کلا همگانیه، اونا در حال بررسانی هستن و شما اگه صبر بکنید هر چند ساعتی درست میشه، حالا بعضی موقع هم یه روز طول میکشه تا درست بشه. پس عجله نکنید، هیچ کاری هم نمیخواد انجام بدید، چه بعضیاتون ایتا رو حذف نصب میکنن و دوباره نصبش میکنن که شاید ایتا درست بشه. اما باگش همگانیه و اینا در حال بررسانی هستن که شما اگه یه روز صبر بکنید این باگ حل میشه و دیگه مشکلی نداره، شما میتونید از ایتا به راحتی استفاده بکنید. هر چند ماه هم یه بار این اتفاق میفته و شما نگران نباشید که درست میشه. به همین سادگی اصلا نیازی نیست شما کاری انجام بدید، فقط باید منتظر بمونید. دوستان همین الان این ویدیو ما رو هم لایک بکنید، کانال ما رو دنبال بکنید. آموزشات زیادی خواستید توی کانال ما آپلود شده، حتما یه نگاه بندازید و تا آموزشات بعد دوستان بدرود.